اگه میدونستی این بستنی سنتی چقدر آسون درست میشه دیگه از بیرون نمیخریدی. 1 لیتر شیر پرچرب رو میریزیم داخل قابلمه و صبر میکنیم به جوش بیاد. شکر و سرلب رو با هم قاطی میکنیم و طی چند مرحله به شیر در حال جوش اضافه میکنیم. انقدر هم میزنیم تا شکر حل بشه. خامه رو با چند تا قاشق شیر هم میزنیم تا گلوله نشه. بعد به ترکیب شیر اضافه میکنیم، گلاب و زعفرون هم میریزیم، انقدر هم میزنیم تا به غلظت فرنی برسیم. حالا مایه‌مونو داخل ظرف میریزیم، وقتی به دمای محیط رسید داخل فریزر میذاریم. بقیه خامه رو داخل یک کیسه پهن میکنیم و میذاریم فریزر تا کاملا یخ بزنه. مواد بستنی رو هر 45 دقیقه یک بار از فریزر در میاریم و یه هم کوچولو میزنیم تا هم بستنیمون یخ نزنه، هم با کیفیت و کشدار بشه. 5-6 بار این کار رو انجام میدیم. توی مرحله 6م پسته و خامه خورد شده رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. اگه مثل من بستنی حصیری دوست دارین، داخل یه ظرف کیسه فریزر میندازیم، نون بستنی، مواد میریزیم و دوباره نون بستنی میره توی فریزر یه شب تا صبح و آماده است. بقیه موادم میتونین ساده داخل یه ظرف بریزین و بعداً اسکوپ بزنین. بستنی خوشمزه و با کیفیتمون آماده است. لایکشو بزن و بفرست برای دوستات.